برادر عزیز السلام علیکم و رحمت الله. من شما را ای بعضی چیزا خبردار میکنم. برای همین خبردار کردنم، آگاه کردنم، برای همین فریب نخوردنتون حداقل یک لایک، یک کامنتار خوب انشاءالله بزنید و کانال دم ابونش انشاءالله آگاهی پیدا میکنه ای بعضی مسائل. ما اجازه این مسئله را گپ میزنیم. یک مسئله بسیار مهمه که برادر تا 300,000 روبل که مثلا پولم کم نیست، 300,000 روبل مثال گرفتگی یا کارفتگی میکنم نکردگی. خب السلام علیکم بردیگه. بهادور میرزویف میگن در اینستاگرام 43,000 подписчик داره. کورس میزگرونده ای وایلبرس چه کارشی درس میداده تیپا مقصد یاد میداده کورس میزگرونده درس میداده یاد میداده آدمورا سوم گرفته برای درس دادنش. از زبان خودش مثال نمیجه برادر ما شکایت کرد حتی اینا می چکوی همون پول مثلا 150,000 اینجا برآمد مثال میبینین شما نگاه کو. بهادور میرزویف نه از 50,000 روبل گرفته گذروندگی با اینا باید 50,000 روبل دیگه با بهادور میرزویف دو بور از 50,000 هم برادر پرتفتگی با بیا گلوسای خشک گوش میکنیم همین آدم چی میگه در نسبت همین آدم فریب نخورین که ماشینیکو بسیار شدگین سول فریب تون میکنن دروغتون میگن پولتون میگیرن و تو هیچ کارتون بود نمیکنن. نگاه اتاجم من کورس اخر دیدم 300,000 داد گفتم که آفلاین میشه کورس آنلاین اگر آنلاین میشه مثلا اگر کدوم ندونین آفلاین مقصد میای ای پیش درام کورس دارم ای پیش درس میگیری آنلاین چریز کامپیوتر مثلا میشینی اگه چریز تلفن آنلاین مقصد درس میده. ای آفلاین گفتم مثلا ای پیش میین در کابینت گفتگو در office میشینیم گفتم درسون میته مقصد برای سومی جداگیتون یوتون میتیم طرز پرداخت نمیدونم چی را درس آنلاین میشه کورس من نمیخوام مثلا آنلاین چیزا کنم آفلاین بود میای آفیس کورس هم میذاره مثلا کارون که یک برده برس استرچ شد سیم دفعه استرچ شد من نمیدونم دیگه جدا دیگه همه تاکید کورس هم نمیدونم چی بکنم. خب مزگرم به این فکر دیونگش خب سلام علیکم و رحمت الله. اکا خودش بعد کورس آنلاین شود آنلاین دمو چند بعد بخونیم جدا میرفتیم استرچ در کافه میشیم میخواستیم میومدیم بعد چیکار کنم اکا من در وجود بعد خوندم. سلام علیکم و رحمت الله. کسی دوستین جو سلامتی خود کورس برای وارد بس بودن کسی 300,000 خریدیم کورس بعد آفلاین میشه میرفتیم کابینت گفتگو وارد کردن که هم هستن میره کورس هم درس هم میگذاریم این تو گمیش چیز شدگی نیست در هفته یا بورس استرچ هم دو بورس استرچ سه بور ما اونجا مخیرونش نمیتونم رفتگی نگم اصلا نیست هم دو بور دیگه رفتگی بودم کافه دم میگذاشت فقط گفتن که آفلاین درس میشم یا آفیس درس هم میگذاریم مثلا تو مو میره میشه مثلا درس میشه این تو که فقط استرچ در هفته یک بار روزش هم در اون کافه میش دو بوری که مثلا چه در کافه شدگی ما در چی در کنم 300,000 رو دیدم من در کافه بشینم چی پرابلم مثلا در کافه بشین لاگمان بخورم تو درس تو دیگه نیستم من رو داره مثلا گفتم آفلاین درس میشه میای آفیس درس میذاره تو که نشید اون چیزی نیست غیر ام دو سه بستری یه سیستم آدم پریتنز کنه که من درس رو دیگه میسوزه نمیشه اون چیکار کنم بشینیم نمیشه هم تلفن کردیم مثلا اون گروه کردیم گپ میزنم مثلا سایدش میکنم 20 میکنم گپ میزنم فقط در اینستاگرام تا تو مسلم کشم صورت مورش هم شاید ادامه. خب برادر عزیز فهمیدین همین آدمی که میشه صورت چه میبینین دروغ کرده میشه باید ممکن چند کس دیگر روز دروغ کردگی باشه شاید مثال مراجعت کنن روز بومده بگن که حادثی تلمی خیلی احتیاط کنین مقصد 300,000 روبل پولی کم نیست میگیرین 300,000 روبل دکیم که میتین ویتو که درس اونا میتن چکوتونا میکنن یا خوب نمیشه و برای همین انا نتین هرکس دستون نفهمیدین دونستینش کیه دروغ میگنه درس اون میته اگه چی میسو کار فقط همین استرچ میکده در اون کافه اون کازان کباب بود میورا میخری کروچی یا اون گپت میگه ممکنه ام وایل برس میگه خیلی تمام میره برای همین فهمیدن که دروغ میکده فریب میکنه آگاه کردن کیه چیه شناسن شرایش کنین ویدیو رو بگو ولی خب پچت ماشینیکی را زده دروغو بوده ای مقصد مردم دروغ میگفته ای پولشون رو میگرفته ای یه نمره شما رو داده کار نمیکنه نمرهشون ما دکار شما شو زنگ میزنم چون خیلی چالو разбирать میکنیم الله اشتم کنه پدیلی سکنه برادر عزیز همین بود گفتم برسونم بگم تو نه تا دیدار